Penjabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri mengatakan pemerintahnya terlibat dalam perundingan dengan musuh bebuyutannya, Amerika Serikat, yang dituan rumahi oleh Kesultanan Teluk Oman, dalam konferensi pers di Kedutaan Iran di Beirut. ما همواره با طرف‌های مذاکراتیمون مذاکرات رو ادامه دادیم و هیچگاه انقطاعی در این مسیر صورت نگرفته. چرا که جمهوری اسلامی ایران برای تبیین مواضع خودش، رفع سوء تفاهم‌ها و دستیابی به یک راه حل پایدار همواره پشت میز مذاکره حاضر بوده و با اقتدار از منافع و مصالح ملت ایران دفاع کرده. به خاطر اینکه لبنان مهد مقاومت است، لبنان مهد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است و رابطه ایران با لبنان یک رابطه صرفاً دو دولت با هم نیست، یک رابطه تاریخی است میان دو ملت دارای ریشه‌های عمیق در عرصه‌های مختلف. لذا انتخاب اولین مقصد سفر بعد از مسئولیتم یک انتخاب هوشمندانه برای اینکه نشان بدیم که جمهوری اسلامی ایران همچنان راسخ و با صلابت از مقاومت ملت‌ها در قبال تجاوز، اشغالگری و نسل‌کشی حمایت و پشتیبانی می‌کند. در دیدارهایی که امروز با مقام‌های عالی رتبه لبنان داشتم، مجدداً تأکید کردم بر حمایت همه‌جانبه ایران از ملت و دولت لبنان در مقابل تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.